چرا بدبختم؟ شبها قبل از خواب داری با خودت می‌جنگی که چرا فلان حرف رو نگفتم، چرا ضایعش نکردم، چرا اون حرف رو به من زد، وای با این بدهکاری‌ها چیکار کنم، چرا پولدار نیستم. دوست من، میخوام بهت مثالی رو بگم. فرض کن مادرت با جون و دل برات بهترین غذایی که دوست داری رو درست میکنه. وقت میذاره و با عشق تمام برات آمادهش میکنه، ولی تو با قیافه عبوس و بدون تشکر کردن میخوری و میری. مادرت چند روز این کار رو باز تکرار میکنه، ولی تو دوباره تشکر نمیکنی. در نتیجه مادرت دیگه رغبت پیدا نمیکنه که برات با جون و دل غذا بپزه و ازت کمی سرد میشه. این مثال مصداق رفتار تو با خداوند هست. خدا بهت عقل، سلامتی و جسم سالم داده، ولی تو شکرگزار نیستی و برای کوچکترین چیزها گله میکنی و قطعاً خدا هم میبینه که تو شاکر نیستی و همیشه در حال ناله و فحاشی هستی. تو منتظری اول به دست بیاری بعدش شکر کنی که این اشتباهه. ایمان یعنی میدونم خدا